حیف که ثروت ندارم، وگرنه مشتمو میکوبیدم به دیوار و میگفتم حاضرم همه ثروتمو بدم یه لحظه آرامش داشته باشم. خیلی با کلاس لامصب. خب آیه دکتر، این هفته رغبت به سوال کردن نداره، اوضاع نظام خیلی داغونه. ناکس همچی میگه یه هفته داغونی، منگاه باقی هفته ها مثلا داشتیم تو سواحل قناری خوش میگذروندیم. نه آیه دکتر، خوش میگذره مال قدیم بود، الان دیگه فقط خوشیم اگه بگذره. یه دانشمند بزرگ که الان اسمش دقیقاً یادم نیست میگه انسان‌های بزرگ هیچگاه به کوچکی فردایشان نگاه نمی کنند، چون از بزرگی امروزشان فردای کوچکتر خواهند ساخت. این جمله عمیق رو خودم هم نفهمیدم ولی خیلی عمیق بود، گفتم اینجا نگم دیگه کجا بگم. آیه دکتر ناکس برو سر سوالات تا عصبانی نشدم. آیه دکتر، دلواپسا و بسیجی ها تو نامه ها و ایمیل های متعددی که برامون ارسال کردن به ساحت مقام عظما توهین کردن. هر کدام از ایمیل ها که باز میکنی، نامه ها که باز میکنی میخونی، از خوندن اونا آدم خجالت میکشه. دلیلش چیه؟ نکنه یه ولی فقیه دیگه پیدا کردن؟ نه خیر، دلشون گرفته که عظما تو داستان سفارت عربستان پشتشون رو خالی کرد. اول فرستادشون از دیوار سفارت بالا، بعد به جای دستتون درد نکنه و پاتون درد نکنه داد اون یارو گریه‌گوه چی اسمش؟ آره گفت کار نفوذیا بوده. این بدبختا اومدن دنبال ولی فقیه ولی اینطوری باشون تا که حق دارن فوش بدن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو با ماشین رفته بود ته دره، تو بیمارستان بستری بود، رفتن عیادتش، دیدن اونجایی که بغل دستش بستریه که سر تا پاش تو گچه، هر از گاهی به هوش بیاد یه فوش‌های رکیکی به این میده، دوباره از هوش میره. گفت موضوع چیه؟ گفتن که هیچی، با ماشین تو جاده داشتیم میرفتیم، این یارو هم که میبینی یه موتوری بود که چراغ نداشت، انداخته بود پشت ما داشت میومد، ما که رفتیم تو دره اینم فکر کرد داریم تو مسیر میریم، دنبال ما اومد. روشن شد یا چی بذارم که چراغ خاموش برید ته دره. آیه دکتر، حرف بسیجی هم همینه، میگن مقام عظما هر وقت بخواد اولدرم بکنه اول باید اوضاع جوی منطقه رو بسنجه، وگرنه همین بلایی به سرم میاد که الان اومده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یارو اردکه هر روز میرفت مغازه میپرسید قهوه دارین؟ طرف میگم نه خیر ما قهوه نمیفروشیم. یه روز که مغازه داره کلافه شد، برگشت گفت اگه فردا بیای با منگنه نوکتو همینجا میچسبونم به این میز. فرداش دوباره اردکه رفت مغازه، یواشی پرسید گفت آقا منگنه دارین؟ برده گفت نه. اردکی گفت خب پس قهوه دارین؟ روشن شد یا قهوه با خامه بدم که روشن باشه رنگش. آیه دکتر، این کنفرانس اتحادیه عرب خیلی دردآور بود، یه دست زدن تو پوزمون. خیلی کشورهایی که فکر میکردیم با من دیگه نیستن. آیا حواس مقام عظما به این موضوع نیست؟ قربون برم الهی، 11 تن اورانیوم غنی شده بیزبون رو با دست خودمون بار زدیم فرستادیم رفته. قلب عراق هم بوتون کردیم که کاش قلب ظریف و این ساله‌ای رو به جاش بوتون کرده بودن. برم همینه دیگه، وقتی اورانیوم تو میدی میخوای اقتدارت نگه داری، حواست نیست تو؟ حواس من هست، حواس عظما کجاست؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن داشتم تو اتوبان میرفتم دیدم یه بچه رو موتور خوابش برده داشت میافتاد، باباشم که اصلا حواسش نبود و موتور خودش رو میرو، رفتم کنارش هر چی بوق زدم نفهمید، آخرش رفتم جلوش سرعتم رو کم کردم تا وایساد، بهش گفتم پچه حواست به بچت نیست، برگشت نگاه کرد یک دفعه دو دستی زد تو سر کله خودش گفت اسقر ننت کو. پس آیه دکتر بزنم این کلید دیپلماسی اینا که حاجی روحانی میگفت چی شد؟ ظریف نمیتونه بره لبخند بزنه تحریم لغو شه و اورانیوما برگردن و اتحادیه عرب معذرت خواهی کنه و همه چی حل بشه؟ ادا اصول ظریف که به درد این کارا نمیخوره، کلید یه جای دیگه است، اشتباهی انداخته به این قفله. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله،
میفهموندن که مشنگ رباق وش جلو قفس میمونه شروع کرد به اداءاطفال در آوردن. میخواست میمونه هم تکرار بکنه، از همین اداءاطفالای ظریف بود. میمونه برگشت گفتش که به جای این انتربازی‌ها بگو چه جوری فرار کردی که منم فرار کنم. روشن شد یا همچی بذارم که دکتر فرار خیلی کنی روشن اینجا. میکنی یا میسوزم آیه دکتر. داستان امتحان گرفتن و حذف و تصفیات و مجلس خبرگان برای انتخاباتش چیه بالاخره؟ این بدبختای فلک زده رو مثل عدس پاک نشده غربال میکنن، بازم سنگریزه میره توش. اگه زور عظما به حذف حاجی رفسنجانی میرسید که دیگه این کارا لازم نبود، اونو باید درست میکرد که دیگه امتحان اینا لازم نباشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن به بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یارو ماشینشو برداشت با تعمیرگاه، گفت آقا بوقشو درست کن. تعمیر کنه گفت آقا ترمزت خرابه. یارو گفت خب به خاطر همین میخوام بوقشو تعمیر کنی دیگه. روشن شد یا همچین بذارم که بوق و ترمز خودت و مقام عظما و کل نظام با هم بره برای تعمیر. آیه دکتر بهادر قربونت برم، تو آخرش آیه سیخی بیاد بزنه تو این دل مقام عظما. چه کار ترمز مقام عظما داری قربونت؟ اول برنامه تو خودت صحبت ها ترمز بریدگی کردی. اصلا تو انگار خودت که سخت